محمد رضا ما اجازه است یک چیزی رو بگم. ثابت زمان. خواهش میکنم. تو مایی رو گفتم ما یک آدمی هستم که کسی که باید افتخار میشه هیچ وقت غرور خود در نظر نمیگیرم. کسی که پرچم وطن مرا بالا کنه از هر قوم و از هر مذهبی باشه ما بر از آدم احترام قائلم. ما این میگم آقای محمد رضا اینالی خیلی از هموطنای ما تو باعث افتخار شدی. دقیقا ما این دنزی همیشه اعتقاد دارم یک آدم بقیه مردم بالا میکنه اونمو مردم میتونه اونمو یک آدم هم در خواه گوار کنه. خب اینال آقای محمد رضا شما تازه به حسابی زبون از مون نوکار هستید، تازه در آود چشمید. اگه یک روزی به زور خدا با دعای مردم اگه یک روزی در یک جای رسیدی هیچ وقت مردم کشور خود را فراموش نکن که چقدر تو را حمایت کردن، چقدر تو باعث دلخوشی مردم شده. چون ما یک آدمایی را داریم تا روزی که محتاج مردم بوده از مردم گپ زده ولی در یک جایی که رسیده دیگه مردم را فراموش کرده، یعنی فقط منفعت خود خورا فکر کرده. ما اینال یک چیز رو برادرانه میگم، صادقانه میگم، ما یک بچه هستم که نه از کسی خورده برده ای دارم نه ترسی دارم. ما یک آدمی هستم شوخم، شاید شما مرا زیاد نشناسید ولی دوستای عادی من مرا میشناسم. ما یک بچه هستم که 24 ساعت شوخی کردن هستم ولی اینجا بحث یک ذره مثلا جدی است خود خواهی ذره کنترل میکنم که زیاد شوخی نکنم. ولی همین قدر معرفت داشته باش، گذشته خوره هیچ وقت فراموش نکن. ما از خدای ما است تو در بهترین جایی که حق تو هست برسی باعث افتخار ما. نه یک روپه تو دست من میرسه، یعنی منظور میگه که نه سود تو دست من میرسه نه دفع ضرر تو، فقط این قدر که نام تو رو در نام افغانستانی میگیره ما افتخار میکنم. یک جای اگه بشینم میگم فلانی موتر از کشور از من، تنها سودی از تو از من این میگه که ما افتخار میکنم. اگه یک روزی هم در یک جای بخیر برسیم ما آدمای بخیلی نیم، خدا کنه که تو معروف ترین آدم دنیا شوی، ولی اگه یک روزی در یک جای رسیدی مردم کشور خود فراموش نکن. یک روزی نشوه که امیر جان مثلا من در جواب سوالت یه چیزی بگم، اینه که این سوشال مدیا چرا از هر مهمانی که دارم ازش میپرسم داستان زندگی رو تعریف کن. هر چقدر ما سعی میکنیم داستان زندگیمون رو تعریف کنیم تا مردم بدونن که ما کی هستیم و تصمیم بگیرن که چطور ما تعامل کنن، باز هم نمیشه. مردم فکر میکنن که ما یه سری، بعضیا فکر کنن ما یه سری نابخیم، بعضیا فکر کنن که خب ما درسشو خوندیم یه سری مهندسیم، بعضیا فکر کنن خب ما یه سری کارآفرینیم. اگه از خودم بپرسی من کیم، من یه انقلابی به دنیا اومدم. پدر من توی سرای علادین کابل اینجا کارش کراچیوانی و کله فروختن و اینطور چیزا بوده. یک شبی توی مسجد ملا امام میره بالای منبر و میگه که بیادرها با این شکلی که از بالا با تیاره میزنن زمان روسا، از بالا با تیاره میزنن و ما از پایین با بیل و کلنگ و چارشاخ و این چیزا، این امکانش نیست که ما این جنگ رو تموم بکنیم. ما تو یک جبهه در حال جنگ نیستیم، تو 3 جبهه در واقع در حال جنگیم. یک جبهه همین جبهه جنگ گرمه که میبینید اون از بالا با تیاره میزنه، ما پایین از پایین با بیل، که این امکانش نیست ما این جبهه رو پیروز بشیم. جبهه دوم جبهه جنگ این جنگ گرم بود. جبهه دوم جبهه جنگ اقتصادی است که از من و توی کشاورز و دهقان چی جور میشه، ما کی میتونیم ما هم بریم تانک بخریم، توپ بخریم، تیاره بخریم، پیلوت بیاریم که برو تو هم اینو بزن، تا اون میزنه تو هم برو بزن. از من و توی دهقان این برآمده نیست. جبهه جنگ سوم جنگ فرهنگی است، جنگ سواده، که اون دیگه نه پولی میخواد نه زوری میخواد. ما اگه بتونیم بریم این جبهه جنگ فرهنگی رو بگیریم، با سواد بشیم، اون موقع راهش رو پیدا میکنیم که چطور اقتصادمون رو هم قوی کنیم و اون موقع که اقتصادمون هم قوی شد ما هم تو پتانک یا میخریم یا میسازیم، سواد استفاده هم ازش داریم. اون موقع چش و دلمون با هم سیر میشه، چش و شکممون با هم سیر میشه و اینجا دیگه خاک ماست.
اون موقع ما میتونیم یک بار برای همیشه این اشغال رو تموم بکنیم. الان پیشنهاد من اینه که برید به جای اینکه این جبهه جنگ گرم رو بگیرید که ما از بالا با طیاره بزنه ما از پایین با بیل، برید مهاجرت کنید و این جبهه جنگ فرهنگی رو بگیرید، این جبهه سواد رو بگیرید. نسل بعد از شما یاد میگیره، یک راه حلی پیدا میکنه که جبهه جنگ اقتصادی رو بگیره و نسل بعد از اون نسلیه که هم چشش سیره، هم شکمش سیره، هم مغزش سیره. اون بالاخره این اشغال رو یک بار برای همیشه تموم میکنه. پدر من اون موقع پای منبر این ملا امام بوده. یک کفشی هست تو افغانستان اون زمانهای قدیم، فکر میکنم هنوزم بعضی جا استفاده میشه، از تویوپ موتر جور میشه. پدر من تنها چیزی که داشته این کفش بوده. شب میره خونه با پدرش با مادرش خداحافظی میکنه که من میرم ایران، ملا گفته که راه حل اینه، ما باید جبهه سواد رو بگیریم، من میرم اون جبهه رو بگیرم، من مجاهد اون جبهه خواهم بود. و میره از همسایه ها، از دوست آشنا، اون موقع دوران تلفن ثریا هم حتی نبود، دوران تلفن ماهواری، دوران خط بوده، از دوست آشنا میخواد که اگه خطی چیزی دارید که برای آشناهاتون میخواد تو ایران بفرستید بدید که من میرم ایران که این جبهه رو بگیرم. اون موقع پدر من فقط ازدواج کرده بوده، یه دختر تازه به دنیا اومده داشته. میره ایران، 1 سال وضعیت رو بررسی میکنه و دوباره برمیگرده افغانستان. خانواده‌اش رو، خانومش رو که مادر من باشه و خواهرم رو میبره طرف ایران. برام تعریف میکنه همیشه که مرز ایران، پلیس ایرانی از من پرسید که برای چی داری میای ایران و پدر من همین داستان رو براش تعریف کرده بوده و عسکر ایرانی پیشونی پدر منو میبوسه، در ایران رو براش باز میکنه. ما توی ایران، پدر من یک انقلابی، یک مجاهد جبهه فرهنگ، ما رو، من محمد رضا احمدی رو به دنیا آورده، انقلابی به دنیا آورده که یک روزی من تو جبهه جنگ اقتصادی یک راه حلی پیدا کنم برای این بحران اقتصادی. پدرم 30 سال تمام تلاش کرد. 5 نفر ما تو این خانواده هممون رفتیم دانشگاه، هممون تحصیل یافته شدیم و الان من محمد رضا احمدی، پدرم جبهه خودش رو نگه داشت، فتح کرد، یه پله اومدیم جلوتر، من محمد رضا احمدی انقلابی به دنیا اومدم. من در تمام طول مدت زندگیم یادم نمیاد تفریحی داشته باشم. هیچ دوستی ندارم. هر کسی که اینجا دارم دوستیه که از دل همکاری، از جنگیدن تو این جبهه انقلاب پیدا کردم. من محمد رضا یک انقلابیم که کارم پیدا کردن یک راه حل برای این جنگ اقتصادی است. 30 سال دیگه من در خدمت این مملکت، اگه عمری باقی باشه، هستم برای اینکه یک راه حل پیدا کنیم برای این مشکل بحران اقتصادی افغانستان. من افغانستان رو یک راه حلی براش پیدا میکنم تا برسیم به رشد، توسعه. حرف از توسعه پایدار، حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی، لیبرالیسم، اینجور مسائل رو من میسپارم به خانم دنیا، میسپارم به کسانی که متفکرن کارشون پیدا کردن یک راه حلی هست که توسعه در افغانستان پایدار باقی بمونه و ما این عقب گشت هایی که داشتیم نداشتیم. تو افغانستان ما تلاشی کردیم برای توسعه تو این 20 سال، ولی خب متاسفانه چون به رشد نرسیده بودیم این توسعه پایدار نبود و ما دوباره برگشتیم به شکل سنتی حکومت. من چیز دیگری بلد نیستم به جز انقلابی بودن. من اون محمد رضا احمدی هم که اگه ویدیوی بک‌گراند ما رو دیدین که پر از گل و گل پریم. بله من کلیپتون رو دیدم. بله، توی اون ویدیو به هر حال من یه موقع سوء برداشت نشه، خانم‌ها وقتی عصبانی میشن یه سری بدوای مشخصی دارن که مخصوصا مال خانم‌هاست. مثلا مادر من بعضی موقع، خب ما توی خونه بدویسو بزن اینو خراب کن اونو خراب کن، بعضی موقع از دهنش میپرید که مثلا روی دخاک یا خاگاوار. موقعی که این مثلا از دهنش در میومد، پدر من اصلا روزش خراب میشد. میومد میشست با مادر من صحبت میکرد که چرا، برای چی باید روش بخوره به خاک، برای چی باید به خاک آوار بشه، چرا این آرزو رو میکنی.
پدر من اصلا از این کلمه نمیتونست بگذره و این رو خیلی جدی میگرفت و با مادر من تنها مشکلش همین بود که همین دوتا کلمه رو از دهنت بپرون. از دلسوزی به هر حال مادرم بیشتر با بچه‌ها درگیرن. منم یه پسر واقعا شوخ، همش من میخ رو واقعا برمی داشتم مستقیم فرو کرده بودم توی پریز برق که ببینیم چی میشه، چرا همچین اتفاقاتی میفته. مادر من با یک همچین آدمی طرف بوده و پدر من همیشه حواسش بود که این حرف از دهن مادر من نپره و همیشه ما رو مغرور بزرگ کرد، تا اینکه من اومدم و بزرگ شدم و وضعیت افغانستان واقعا جوری بود که احساس میکردم که خارجی تو مملکت ما هست، گداییگر هستیم، وضعیت اقتصادیمون مزخرف، 50 تا کشور تو مملکتمون هستن و همه دارن ما رو مسخره میکنن، همه دارن دل میسوزونن به حال ما. هر کسی رو که میبینم داره یه دست نوازشی میکشه رو سرم. ما این نیستیم. واقعا اون موقع متوجه میشدم که چرا پدرم میگفت که این رویده خاگو نگو، این خاگاوا رو نگو. دوست نداشت واقعا ما به اون وضعیت برسیم. موقعی که من برگشتم تو افغانستان واقعا احساس کردم که روم خورده به خاک، واقعا احساس میکردم که با خاک یکسان شدیم و این چیزی نبود که بتونم تحمل کنم. پدرم ما رو خیلی مغرور بزرگ کرده بود، اصلا نمیتونستم با این وضعیت ادامه بدم، زندگی کنم. این موتر حلی بود که تونستم با اون الان تو این نمایشگاه ژلف جلوی این خارجی ها نشون بدم که نخیر، ما رو دخاک نیستیم، ما خاگاوار نیستیم، ما برای خودمون کسی هستیم. اون کسی که اتفاقا الان تو باید بهش احترام بذاری اون منم، تو باید به من احترام بذاری به خاطر دیزاینی که کردیم، به خاطر مهندسی، توان مهندسی، هنری که پشت سر این ماشین هست. انقدر این روی در خاک شدنه، خاگاوار شدنه به فشار آورد، انقدر به فشار آورد که این ماشین از این فشار زده بیرون. خیالتون راحت، من تجربه کردم روی در خاک بودن رو، تجربه کردم خاکاوار بودن رو و برای هیچ کسی، برای دشمنم هم اینو نمیخوام. الان یک سوراخی پیدا کردم که دو دستی دستم انداختم داخل اینجا و از مردمم کمک خواستم که یک بار برای همیشه این روی در خاک بودن، این خاکاوار بودن، این خاک رو از روی افغانستان بلند کنیم. چقدر طول میکشه نمیدونم، چقدر نیرو لازم داریم نمیدونم، هزینه‌اش چیه نمیدونم، آیا هستم نیستم، زنده هستم نیستم نمیدونم، ولی این لحظه رو هستم. این لحظه‌ای که هستم تمام طول مدت تو فکر اینم که خب چجوری یه کاری بکنیم که این خاک سریعتر بلند شه از رومون، چطوری این کارو بکنیم، چطوری این کارو بکنیم. این محمد رضا احمدی است.